بسم الله الرحمن الرحیم. امروز هم 15 اردیبهشت ماه 1403 هستیم. آقای سعید رجبی از همدان یک جفت پرنده از ما انتخاب کردن، پدر و مادر قهرمان ابر سیاه، که در شرایط سخت به روز نشست. تنها پرنده‌ای بود که جزء 400 پرنده‌ای که بین دو کلوب مسابقه داده بودیم نشست، بین کلوب بنزین گلستان و کالی کش. تنها جوجه اینا به روز نشست و به شب. پرنده به نام ابر سیاه. این پرنده جوجه قهرمان بندر لنگه هم هسته که مادر بزرگ این کبوتر نوه قهرمان میشه. مادر بزرگ این کبوتر مال آقای رسول آلوعلی مسافت 750 کیلومتر رو از بندر لنگه به آبادان قهرمان شده بود.